دیگه نمیگم. 3 2 1 جیغا حالا بالا. سر هم دیگه میارم هم دیگه میخورم ولی ملت ایران همیشه دنبال چی مفتی بوده تو تاریخ همطوریه دستا بالا، دستا بالا، انرژی به هم بدیم.
وقتی اومد باز پاییز شیراز موهای رفتی شکاز قدم زدم با تو چمران باری رودخونه خوشگل وقتی می‌بینی بارونی چشمات یه شهر آب برده نخندی قلبم ترک خورده خندیدن میتونه میگم میبینی به اون سکت میبینی میبینی نمیبینی چه عجب چه عجب چه هیچ دیگه نه هوا بیجه فرمینم دستای روه هیچ عجب چه عجب چه نامه بلو اصلا نمیدونی اون بلو خود میگی اون بلو بریم شد بگینه ساعتی که گفت تو بیایی نبگینه شکال بشون مور زدن مار دیگر میدم ارم ستنه مار زیدم همینه صدا جیغا 1 2 3 حالا اگه جیغ نکشید دیگه نمیگم 3 2 1 جیغا حالا بالا بچه ها در جا آخه یک کمر نیاد دست جلو دست با دست نیفته کو همینه 1 3 2 1 میگم همینطوری که دست میدین ورزش میکنیم میگید شیراز پشت سر من همه میگید شیراز 3 2 1 شیراز 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 عشق ما شیراز عشق ما بچه ها درجا در من عاشق این درجا از بچگی درجا دوست داشتم آها آفرین چقدر ریحان بهتون اومده ماشاءالله خودمون خود شیک آفرین آفرین بچه آف عاشق شما که اون تایم ولی عرصتون بالاست
برای شیراز، برای ایران. چرا برای ایران؟ چون شیراز تافته جدا بافته ایرانه. همه موبایلا بالا، همه موبایلا بالا به سمت خدمت ماندگار برای شیراز. همه نگاه کنید، دلم میخواد موزیک که شروع شد کل و جیغ و سوت و هورا و دست برای شیراز و خدمت ماندگارش دست بزنید. همه موبایلا بالا. 3 2 1 شیرازی خوشگل برو اینجا که اسم شیرازه دورت بگردم یه بار دیگه بچه‌ها. بدون موسیقی برای خدمتگزاران به شیراز دست بزنید. فقط صدای دستای شما باشه، موزیک نمیخواد. همه دست و دست به دست کنید، دست و دست به دست کنید. بچه‌ها یه چه خبر خوش بهتون بدم از ته دل میگم 9 8 6 5 4 3 2 سرزمین دین حماس هنر هارا شلو بهتون این صدای شیراز زنده بله شیراز سرها این بود رکورد شرکت کرد. آره یه بار بچه‌های فدراسیون بهمون اصلا چیز دادن، حکم رکورد دادن. واقعا همینه. امید من میرم توی شهر و استان‌های مختلف این جمعیت الحق و الانصاف مردم برای مردم این یه رکورد آیه پاسپورت سازی دومین حکم رکورد اول و دم بچه‌های صدا و سیمای مرکز کار سربازان رسانه‌ای مردم در رسانه ملی و جناب آقای دکتر رئیس هم که این امکان تصویری رو برای ما فراهم می‌کنن. شیرازی صدا مقابل ایرانی ها وای وای کنید و جیغ بکشید. همه دستا بالا 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 بالا. ادامه خب جان خوبه. این انرژی و نشاط و هیجان برمیگردیم به حتما و ایجان کار لوری انشالله بهت برمیگردیم. فقط میخوام یه مقدار الان بیشتر صحبت بکنیم راجع به جذابیت هایی که هست. شاید یک سری از افراد ندونن عکس هایی که روی بنر هست این باغ ارم مثلا درجه یک ها برمیگرده
حالا این نکته خیلی جالبی رو داره علاوه بر معماری و طراحیش که انواع گیاها اونجا ازش استفاده شده، انواع درختان میوه، همین دوره آجار و سبک نقاشی و طراحی و گچ‌رویی و معماریش اصلا نوازیدن خاصی. این از اولی شما خیلی زیاده. دونه میدم که توی ذهنتون بمونه که اگر تشریف آوردید به استان زیبایی‌ها شهر شیراز، اینجاها رو دونه تماشا بکنید، ببینید، کیف کنید، لذت ببرید. از کنار هم بودن توی خونه، از کنار هم بودن در کنار خانواده باید لذت ببرید. لذت بالاتر از این نیست که در کنار پدر، در کنار مادر، در کنار همسر، در کنار فرزند اتفاق خوبی برات بخوره و رسالت ما در زندگی برنامه صبح نشاط همینه که می‌بینید. همایی شکل‌آورایی خانواده‌ها در کنار هم. دستا بیاد بالا، دستا بیاد بالا. من دوست می‌بینید مثلا ورزش تیم‌ملی بسیار درجه‌ای که دوست‌داشتنی در میان مردم هم امروز پیدا کرده و بسیار در مورد قضیه صحبت قرار انجام بدید و شمار خوش شما پایین تو خیلی بالا. بهش نداریم تو ایران شیراز. آره به خبر
کیک نمیخوای بخوری؟ چی؟ کیک. دیگه عدسه دیدی؟ نه ولی با حدود مثلا زیاد خوشمزه